در ولایت خیبر پختونخوا پاکستان معرکه واکسین زنی علیه بیماری فلج اطفال به مقاومت خشونتبار دچار شد. از جمله یک افراطگرای مسلح 2 مأمور پلیس را که گروه طبیبان را محافظت می‌کردند کشت. تندروان همچنین یک کارمند دیگری معرکه واکسین زنی را در خانه‌اش قتل کردند. و دیگر اینکه 50 نفر از نزدیکان اقلیت‌های بلوچ در پاکستان با طلب بازگردانیدن عزیزان ناپدید شدهشان راهپیمایی 2 ماهه از شهر کراچی به اسلام آباد را شروع کردند. این خانواده‌ها از ولایت بلوچستان میگویند ماموران امنیتی پاکستان هزاران نفر از بلوچ‌ها را با اتهام جدایی‌خواهی ربوده و غیر قانونی در بازداشتگاه نگه می‌دارند. در قزاقستان گروه از اعضای یک اتحادیه صاحب ملکان به گرسنه‌نشینی طولانی خود خاتمه داده گفتند که این کارشان نتیجه نداد و راه دیگری مؤثر اعتراض را پیش می‌گیرند. این گروه از قرض‌های میانشکن بانکی برای خرید خانه و ستانیدن خانه‌ها از بعضی از افراد قرضدار تظاهرات داشتند. گرسنه‌نشینی آنها به نوبت صورت می‌گرفت و تقریباً 2 ماه ادامه کرد. در گرجستان 25 خانواده بی سرپناه مانده از یک روستای در نزدیکی شهر تفلیس از حکومت تقاضا دارند که برای یافتن خانه مناسب به آنها کمک کند. این خانواده ها از ولایت جدایی‌خواه ابخازستان هستند و مدت طولانی است در یک بینای بی آب و کارز زندگی دارند. آنها را 20 سال پیش بعد فرارشان از ابخازستان در همین بنا جای دادند. در اوکراین هزاران تظاهرگر در میدان استقلال در شهر کیف با هماوازی با روسلان آوازخوان معروف این کشور ساعت 4 صبح سرود ملی اوکراین را خواندند. اجرای سرود ملی بخشی از تظاهرات 2 هفته‌ای طرفداران همایش اوکراین با اتحادیه اروپا است که از قرار حکومت برای تأخیر در امضای عهدنامه مهم با این اتحادیه به خشم آمدند.